سلام همه مردم عزیز کشور و همه مسئولین و همگی. بنده اولا که چند وقتی پیش یه وایس نزدیک 1 ساعت 58 دقیقه روی شبکه یوتیوب هم گذاشتم که خیلی از مردم همین رو روی اینستاگرام گذاشتم و تو اون وایس تاکید کردم که هر کس از اسم بنده سوء استفاده کنه هیچ اجازه خبری ندادم، هیچ اجازه ندادم که اسمم تو هیچ روزنامه، هیچ مجله، هیچ مصاحبه‌ای عرضم به حضورتون ازش سوء استفاده بشه. الان بنده میبینم که یعنی دیده بودم منتظر بودم ببینم که این تعطیلات تموم بشه با من این زندانی عادی برخورد میشه یا این یک شخصی که هنرمند هست و توبه کرده، اما میبینم که همچنان این یک زندانی عادی داره با من برخورد میشه و امروز با اینکه حتی در روزنامه احراز توبه کردن و روزنامه ایران هست زیر نظر دولته، در تاریخ 28 مرداد سه‌شنبه قاضی توبه تسلو را پذیرفت. ان الله قابل التوبات.